خب اسکندر محمد خوجازاده سفید پوش بر مقابل حریفش جورخان امروخانزاده در مرحله نیم نهایی وزن 60 کیلوگرم هنرنمایی میکنند. خب اسکندر اینجا یک امتیاز پهلو رو هم و دست میارد. جورخان امیرخانزاده و پیش میگذارد از اسکندر محمد خوجازاده. غالب این جفت با سامان علاموف در مرحله نهایی روبرو خواهد شد. هر دو موقعیت میجویند. ولکه در آغاز رقابت پیش صف شدن جورخان امروخانزاده او رو یک کمی هم البته دلپر هم کرد برای ادامه خوبی رقابت، ولی نه چگونه هلوکی درونه رو ثمرناک استفاده میکند اسکندر محمد خوجازاده. ما از پیش صفی جورخان امروخانزاده میگفتیم، ولی بسیار هم همین حالت عملکرد عالی داشت اسکندر محمد خوجازاده و با امتیاز حلال اینجا دست بالا میگردد بر مقابل سامان علاموف هنرنمایی میکند. خوب جورخان امروخانزاده باشد مقام سوم رو در چمپیونات تاجیکستان اشغال کرد. بسیار در سطح عالی بود همین عملکرده که از جانب محمد خوجازاده بود.